گرد و غبار سنگ یخبندان. گرد و غبار سنگ یخبندان یک محصول معدنی طبیعی است که طی هزاران سال توسط عمل یخبندان تولید می شود. غبار سنگ یخبندان از طیف گسترده‌ای از سنگ‌ها ساخته شده است که شامل دسته بزرگی از مواد معدنی کمیاب است که توسط عمل انبساط یا انقباض یخچال جمع آوری و پودر می شود. گرد و غبار سنگ یخبندان یک منبع عالی از کلسیم، آهن، منیزیم و پتاسیم به علاوه عناصر کمیاب و ریزمغذی هاست. به بهبود ساختار خاک، حفظ رطوبت، زهکشی و ظرفیت تبادل کاتیونی کمک می کند. با راهنمای سبز، با رفتار گیاهان و طبیعت اطراف خود بیشتر آشنا شوید. هر سوالی که در زمینه کشاورزی دارید، می توانید در قسمت نظرات از ما بپرسید. برای ویدیوهای بعدی ما را دنبال کنید. تا راهنمای سبز دیگر، بدرود.